جنگل آمازون بزرگترین جنگل بارانی جهان، جنگلی زیبا اما همراه با راز و رمزهای عجیب و ترسناک. در این ویدیو با خطرناکترین موجودات جنگل آمازون آشنا می‌شویم. اگه دوست داری بدونی در این جنگل مخوف چه خبره، تا آخر ویدیو همراه ما باش. مساحت این جنگل 5.5 میلیون کیلومتر مربع است. در شمال آمریکای جنوبی و در 9 کشور واقع شده که بخش بیشتر آن در خاک برزیل و پرو قرار داره. بیشترین تنوع زیستی در جهان متعلق به این جنگل است. این جنگل شامل 10,000 گونه گیاه، 16,000 گونه درخت، نزدیک به 2.5 میلیون گونه حشره و نزدیک به 2,000 گونه پرنده و پستاندار در این جنگل زندگی می کنند. آیا می دانید مرداب‌ها و رودخانه‌های جنگل آمازون زیستگاه کدام حیوانات خطرناک است؟ آناکوندا با وزنی حدود 250 کیلوگرم بزرگترین مارهای جهان به شمار می روند. این مار 9 متر طول و ظاهری به رنگ سبز، سیاه یا زرد دارد. این حیوانات خطرناک در فصلهای خشک جفتگیری می کنند. اونها با محدود کردن و بلعیدن طعمه‌های بزرگ شکار می کنند. از آناکوندای سبز بترسید، چرا که این مار توانایی شکار انسان را هم دارد. همچنین ماهی درنده پیرانیا که اغلب خودشان به خاطر عادات تغذیه‌ای پرخاشگرانه خود می‌ترسند. زمانی که غذا کمیاب است، ابتدا رفتاری به نام جنون تغذیه‌ای از خودشان نشان می‌دهند. مثلا اعضای دسته یکی پس از دیگری و خیلی منظم شروع به چرخش می‌کنند. درسته که معمولاً از سایر ماهی‌ها مصرف می‌کنند، اما از حشرات و سخت‌پوستان و پستانداران کوچک هم نمی‌گذرند. علاوه بر رودخانه‌ها در دریاچه‌های گرم و کم عمق جنگل هم دیده می‌شوند. و اما قورباغه زهراگین یکی از جانداران سمی و خطرناک این ناحیه که پوست روشن و رنگی دارند و می توانند طیفی از رنگ‌های زرد تا آبی را نمایش دهند و به این دلیل قابل تشخیص هستند. این رنگ‌ها ترشح سموم قوی از پوستشان را نشان می دهند که باعث مرگ بسیاری از شکارچیان می شود. این قورباغه‌ها گوشتخوار هستند و حشراتی مثل مورچه‌ها و موریانه‌ها را شکار می کنند، اما آنقدری بزرگ نیستند که هدفشان انسان‌ها باشند. در رودخانه‌های جنگل آمازون یکی از چیزهایی که می‌تواند باعث مرگ بشود مارماهی برقی است. مارماهی که به دلیل شوک‌های الکتریکی ملقب به مارماهی برقی است. اونها می‌توانند 5 برابر مقداری که برای از پا انداختن انسان لازم است را تولید بکنند. این مارماهی با شکار خیره کنندش می‌تواند 2.5 متر طول و 18 کیلوگرم وزن داشته باشد. اونها از ماهی‌ها و دوزیستان کوچکی که در آب‌های آرام جنگل آمازون زندگی می‌کنند تغذیه می‌کنند. در فصل خشک جنس‌های نر این حیوان برای تخم‌ها لانه می‌سازند. همین الان ویدیو رو لایک کن و تا آخر با ما همراه باش تا با بزرگترین شکارچی جنگل آمازون آشنا شویم. از جمله گونه‌های موجود در آمازون که برای انسان‌ها و دیگر حیوانات خطرناک هستند، می‌توانیم به جگوار اشاره کنیم. جگوارها در جنگل‌های انبوه بارانی و در مناطق رودخانه‌ای دیده می‌شوند. شکارچیانی که پستانداران داخل خشکی مانند گوزن و پلنگ را شکار می‌کنند. جگوارها با وزن بین 36 تا 158 کیلوگرم آرواره‌های قدرتمندی دارند که می‌توانند جمجمه و پوسته شکار خود را سوراخ کنند. جالبه بدونید که بارداری جگوارهای ماده حدود 100 روز است و بعد از زایمان 1 تا 4 توله به دنیا می‌آورند. سمی‌ترین حیوان آمازون با زهر قوی که داره میتواند باعث درد شدید و حتی شاید منجر به مرگ انسان شود. در هنگام شب خیلی ماهرانه حشرات، دوزیستان و پستاندارانی مثل موش را تعقیب میکند. این عنکبوت‌های سرگردان برزیلی اندازه بزرگ و بدن پشمالویی دارند که به راحتی قابل تشخیص هستند. عنکبوت‌ها موقع شکار به سرعت به سمت شکار حمله می‌کنند و رفتاری گرگ مانند دارند. رسیدیم به بزرگترین شکارچی در جنگل آمازون، کیمن سیاه، یک خزنده کروکودیلی. برخی از این موجودات ترسناک بیشتر از 5 متر طول و 450 کیلوگرم وزن دارند. خزندگان ماهی‌ها و پستانداران بزرگ را شکار می‌کنند. کیمن‌های ماده خیلی هوشیارانه از لانه‌هایی که اطراف رودخانه ساختند محافظت می‌کنند تا از تخم بیرون بیایند.
محیط‌های آب شیرین مانند رودخانه‌ها و دریاچه‌ها زیستگاه این حیوانات خطرناک است. اغلب کایمن را نماد معنوی قدرت و وحشیگری می‌دانند. شکار بی‌رویه انسان برای استفاده از پوست کیمن‌ها باعث کاهش تعدادشون شده. علاوه بر جنگل زدایی که مهمترین عامل تخریب و تهدید این جنگل است، فعالیت‌هایی مثل کشاورزی، تولید محصولات زراعی، معدن و توسعه صنعتی باعث از بین رفتن 17% جنگل‌های استوایی آمازون تا سال 2018 بوده است. گردوی برزیلی و نخل درختانی هستند که نقش مهمی در پایداری خاک و تعدیل آب و هوا دارند. زندگی ساکنان آمازون به میوه، دانه و خواص دارویی آنها وابسته است. اما بخش ناراحت کننده ماجرا اینجاست که این گونه‌ها در معرض خطر انقراض قرار دارند. همچنین گونه‌های وحشی در این جنگل از جمله پوما، جگوار، برگچخار در خطر انقراض هستند. شاید شنیده باشید که قبیله‌هایی در این جنگل شناسایی می‌شوند. از آنجایی که بخش‌هایی از این جنگل غیر قابل دسترس هستند، طبیعیه که با وجود 180 قبیله شناخته شده، هنوز قبایل و موجوداتی ناشناخته مانده باشند. علاقه افراد به گردشگری در آمازون روز به روز بیشتر می‌شود. سفر کردن به هر کدام از کشورهایی که این جنگل در آنها قرار گرفته است، می‌تواند خاطرات شگفت‌انگیزی را برای شما رقم بزند. امیدوارم این ویدیوی هیجان انگیز برای شما آموزنده بوده باشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید.